إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. قل هو الله أحد ای پیامبر بگو او الله یکتاست. الله الصمد الله بی‌نیاز است و همه نیازمند او هستند. لم یلد ولم یولد نه فرزندی زاده و نه زاده شده است. ولم یکن له کفوا احد و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست. إن